بینندگان عزیز، هفته گذشته خبری روی لاین خبرگزاری ها آمد که سازمان مجاهدین خلق قرار است که از لیست تروریست ها، لیست تروریستی دولت ایالات متحده آمریکا خط بخورد. گفتگوی میکنیم با آقای مهندس فرخ حیدری، فعال سیاسی، که آقا این خبر واقعیت داره، واقعیت نداره، چه جور هست و جزئیاتش چیه. درود بر شما آقای مهندس حیدری. الو. سلام و عرض ادب در حضور شما جناب همایون و همه همکارانتون در تلویزیون کانال 1 و همینطور سلام و درود دارم به همه هموطنان عزیزم در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن. من اجازه بدین قبل از هر چیز به خاطر این اتفاقی که بسیار خوشاینده و در واقع به نوعی یک پیروزی است برای اپوزیسیون ایران، تمام اپوزیسیون ایران و تمام نیروهای برانداز و همینطور یک ضربه و شکست سنگین سیاسی دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی، طبعا میطلبه که تبریک بگم به همه هموطنانم، به همه نیروهای آزادیخواه و دموکرات در سراسر ایران و جهان. واقعیت امر اینه که این داستان لیست تروریستی ریشش از سال 1997 زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون شروع شد. اون زمانی که خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه امریکا بودن و همینطور تو این نامگذاری آقای مارتین ایندکت وزیر معاون وزیر خارجه و آقای گری سیک از لابیستای سرشناس نفتی و بسیار کارکشته دخالت داشتن. سوژه و در واقع دلیلش این بود که محمد خاتمی، اون سید خندان، شده بود رئیس جمهور ایران و همه اینجور فضای ایجاد میکردن که یک دوران جدید داره شروع میشه، گشایش داره میشه در دیدگاه‌های بنیادگرایی جمهوری اسلامی و بسیار سرمایه‌گذاری کردن روی این پروژه اصلاحات و طبعا در قدم اول بهاش از جیب مخالفین ایرانی که براشون کم خرج‌تر هم بود دادن و اومدن بدون هیچ دلیلی با شکل خیلی غیر اصولی و غیر منطقی این گروه اپوزیسیون رو توی لیست تروریستی گذاشتن. خب طبعا این 15 سال خیلی خیلی فشار بود و خیلی تلاش ها شد، خیلی انرژی ها مصرف شد، چه بسا انرژی هایی که میتونست کلان کلان علیه خود رژیم به کار برده بشه، ولی فرض کنید که از نیروهای اصلی اپوزیسیون، نیروی محوری اپوزیسیون موظف بود یا مجبور بود که انرژی هاشو در همه جای دنیا بذاره روی این که حداقل این دست و پاشو باز کنن و مضحک‌تر از همه همین بود که این سیاست ادامه پیدا کرد. زمان کلینتون شکل گرفت، زمان بوش پسر ادامه پیدا کرد، زمان اوباما به همین شکل و من یه صحبت از آقای نیوت گینگریچ میشیدم که همین اخیراً توی که از این جلسات سمپوزیومی که واشنگتن برگزار میشد به صراحت گفتن علیرغم اینکه ادمنستریشن ها و دولت های مختلفی توی امریکا توی این 15 سال حاکم بودن، ولی به نظر میاد سیاست معیوب و ناقصی که وزارت خارجه امریکا در قبال ایران داشت و طبعا یه روسیکش تنظیم رابطه‌ای که با اپوزیسیون ایران و مثلا با مجاهدین میکرد، این سیاست کماکان بود و این نشون میده که یه جای کار، یک فرهنگ سیاسی توی وزارت خارجه به طور مشخص روی میز ایران اشکال داره. به هر حال مجاهدین همونجور که تو اروپا این کار کردن از یک پروسه سنگین حقوقی و بسیار حجیم و پرخرج عبور کردن. ابتدا انگلستان از توی لیست در اومدن و دادگاه بهشون حق داد که این برچسب ناعادلانه بوده. بعد متعاقباً اروپا مجبور شد در بیاره تو 3 تا استیناف پی در پی تو دادگاه عالی استیناف اروپا تمام حقوق مجاهدین برگردانده شد. بعد تو به صراحت گفته شد که هر فردی، هر ملتی حق داره که از خودش دفاع کنه و در مقابل رژیم ستمگر مبارزه کنه. مبارزه با رژیم ستمگر به هر شکل حق طبیعی هر انسانه و این نباید تروریسم محسوب بشه. و بعد از اون مجاهدین متمرکز شدن روی امریکا. یک داستان طول درازیه و از طریق دادگاه‌های رسمی امریکا و شکوایی‌های گذاشتن و تیم وکلای خیلی پرقدرتی داشتن و بسیار جامع شخصیت‌های برجسته سیاسی دیپلماتیک امریکا روی این قضیه نگرانیشون دادن و دخالت کردن و نظراتش خودشون رو مطرح کردند، با مجاهدین همدردی و هم نوایی کردن توی این کیس خاص. و نهایتاً 2 سال پیش، بیشتر از 2 سال پیش بود که دادگاه استیناف واشنگتن
دیگه رسما حکم داد که این نامگذاری ریل طبیعی خودش طی نکرده، روندهای حقوقی پروسیجرایی که باعثی طی بشه نشده و این نامگذاری ناعادلانه بوده، به مجاهدین امکان دفاع از خودشون ندادن، مدارکی که اونا رو بررسی نکردن و به این شکل وزارت خارجه رو توی این شرایط قرار داد که بایستی این روند تصحیح کنه و این نامگذاری بازبینی کنه. متاسفانه این پروسیجری که معمولا باید 6 ماه طول می‌کشید، وزارت خارجه اینم رعایت نکرد و بر اساس همون سیاست مماشات و به قول سیاستمدارای امریکایی اپیزمنت پالیسی، شکل مسالمت، دلجویی و باج دادن به ملاها کماکان این گروه اپوزیسیون رو توی لیست تروریستی نگه داشت و این قضیه نتیجه دادگاه را کشش داد، تصمیم نمی گرفت تا اینکه مجاهدین مجبور شدن تیم حقوقی مجاهدین و شورای ملی مقاومت چند ماه پیش دوباره یک لایحه را دادگاه بردن و این بار اعتراض کردن که تکلیف ما رو مشخص کنین، یا از تو لیست در بیارین یا اعلام کنین، اینقدر ما رو تو حالت معلق نگه ندارین که ما قفل بشیم و نمیتونیم هیچ حتی کار حقوقی پیش ببریم. زیبایی و در واقع ارزش دموکراسی اینه که مثلا قوه مقننه و مجریه و قضاییه علیرغمی که همه جا صحبتشون میکنن توی امریکا مستقل، قوه قضاییه فارغ از همه حساسیت‌هایی که روی وزارت خارجه هست، تصمیماتشون، امنیت ملیشون، منافع ملیشون، توی این دادگاه 4 ماه پیش صریحاً به وزارت خارجه و شخص خانم کلینتون دستور داد که تا عرض 4 ماه یعنی تا اول اکتبر باید تعیین تکلیف بکنین. اگر شما این کارو نکنین ما خودمون رسما وارد میشیم و اینها رو از لیست در میاریم، چون تمام شواهد، مدارک و اسناد دلیلی که طی شد به اینجا ختم میشد. به هر حال میخوام این تاکید رو بکنم که وزارت خارجه امریکا البته که دیگه واقعا توی شرایطی قرار گرفته بود که بیشتر از این نمیتونستن این کیسا ادامهش بدن، ولی فقط این نیست. یعنی درسته که به لحاظ حقوقی آچمز شده بودن و باعث تصمیم میگرفتن، نمیتونستن مجاهدین تو لیست بذارن، چون اون وقت مواجه میشدن با یک موج شدیدتری که خب واقعا اصلا قابل توجیه نیست. ببینید لیست تروریستی معنی یا تعریف خاص خودشو داره، یعنی باعث نیروی یک فرد، یک جریانی برای آمریکا، منافع آمریکا و مردم دنیا تهدید داشته باشه. مجاهدین با هر دلیلی، چه خوشمون بیاد چه نیاد، چه با مشی مبارزاتشون موافق باشیم نباشیم، یه دشمن دارن، اونم رژیم ایرانه. اساسا وارد هیته و تضادهای دیگه نمیشن. بنابراین اساسا این لیست تروریستی از اساس بناش بر خودشون میگن گود ویل جست، یعنی یک جست حسن نیت به خاتمی و رژیم ایران، به این امید که شاید گشایشی بشه و روند جدیدی توی مناسبات ایران و آمریکا، نه موضع منافع مردم ایران یا منافع آمریکا، بلکه از موضع منافع کلان اون محافل ثروتی که خیلی چشم دارن به سفره‌های نفتی یا تنگه عبور کشتی‌های نفت از تنگه هرمز و یا نهادهای دیگه که خب حالا جای صحبتش نیست. طبعا این از اساس بنیادش بر اون بود. به هر حال در مجموعه کارهایی که شد، از جمله این حمایت گسترده‌ای که هواداران شورای ملی مقاومت در واقع بخش اجتماعی حامیان مجاهدین موفق شدن که به این نقطه برسن، عناصر و شخصیت‌های برجسته سیاسی، سنگین وزنای دیپلماتیک برجسته سیاسی امریکا را توی این روند با خودشون همراه کردن و اونا حمایت‌های جانانه‌ای کردن. توی 10 سمپوزیوم، کنفرانس، شخصیت‌های برجسته‌ای که من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، ولی از افرادی مثل جان بولتون، نمیدونم تام ریچ رئیس وزیر هوملند سکیوریتی، یعنی بالاترین مدار امنیتی امریکا، رودی جولیانی شهردار معروف امریکا، تا افرادی مثل لی همیلتون، هواردین، اینا از جناح‌های لیبرال حزب دموکرات هستن. پاتریک کندی، بعد قاضی مایکل موکیزی که از برجسته‌ترین قضات شناخته شده امریکا، وزیر دادگستری سابق امریکا، آقای نیوت گینگریچ، سخنگوی چند ساله کنگره آمریکا و رئیس کنگره، ژنرال‌های برجسته امریکایی، ژنرالایی که تو عراق حضور داشتن، توی خلسالای مجاهدین حضور داشتن، ژنرال فیلیپس، ژنرال هیو شیلتون، سرفرمانده نیروهای ناتو و ائتلاف توی عراق و میدل ایست،
رئیس ستاد مشترک سابق آمریکا، تمامی افراد، آلفونس دوماتوس، سناتور معروف، اد رندل، سناتور معروف، اینا وارد این قضیه شدند. حتی جیمز جونز، جنرال جیمز جونز، مشاور امنیتی پرزیدنت اوباما تا سال 2011 هم سر این قضیه در یک کارزار فراحزبی، دو حزبی، اینها اومدن توی این قضیه دخالت کردند. خود شخصیت‌های آمریکایی توی صحبت خصوصی که بعضن می‌کردن با ما میگفتن که ما محاله توی پنلی مثلا جان بولتون یه طرف بشینه و هاواردین با هم توی پنل بشینن، ولی این کیس شما، این کیس ایران، اپوزیسیون ایران و آینده ایران و سرنوشت ایران اینقدر حساسه که ما حاضریم کنار هم حتی بشینیم توی همچین جریانی. به هر حال این بود. ولی مهمتر از همه جناب خمینی، من تاکید دارم اینو مطرح کنم، چون خود شما به نوعی سر همین تلویزیون ما جنبشی که با عنوان ما هستیم هدایت میکنین، همین مسئله رفتن به جلوی سازمان ملل با کار نیرویی و کار با انسانها توی این پروژه آشنا هستیم. باید بگم کار عظیم و اساسی رو بچه‌ای کردن، ایرانی‌های آزادی کردن که در تمام این سالها از همه چیزشون گذشتن. من یه قلم فقط تاکید میکنم، 1000 روز، یعنی مجموع روزهایی که هوادارهای شورای ملی متحد و ایرانی‌ها از طیف‌های مختلف جلوی کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا متعصب بودن، 1000 روز طول کشید. یعنی چند روز پیش 1000مین روز و توی ژنو همین هوادارها، همین نیروهای اجتماعی، همین پناهندهایی که تازه از ایران اومدن چند روز پیش 500مین روز تعصبش. یعنی اینا نان استاپ، بدون توقف، حتی اگر شده با 10 تا 20 تا، گاهن تا 100 تا 200 تا 300 تا مرتباً جلوی این مراکز تصمیم گیری آمریکا حضور داشتن تا یک چیز نشون بدن که ما مردم ایران نمیخوایم، اینا نمیپذیریم که شما دست و پای اپوزیسیون ایران رو ببندیم و از اون ور جلوی آدمکشای رژیم، حسین موسویان، نمیدونم جواد ظریف، عباس ملکی تا خود احمدی نژاد و اون باندش فرش قرمز پهن کنیم. این سیاست معیوب، این سیاست اشکال داره، این سیاست علیه منافع مردم ایران، مردم امریکا و مردم منطقه است. چون افعی که از تو این پروژه در میاد، غول اتمی که در میاد، قابل کنترل نخواهد بود تو قدم بعدی. البته یک نکته دیگه هم هست جناب همایون، اونم برمیگرده به این که اگر خود شما هم حتما مطلع هستین و هموطنان هم تو جریان هستن که توی ماه‌های اخیر وزارت خارجه امریکا تاکید میکردن که بایستی اشرف منتقل بشه و در واقع این جمع، این تشکیلات، این ساختار با این فرم از اونجا خارج بشه و بره به جای به نام لیبرتی که به معنی واقعی کلمه یک بازداشتگاه است. حالا در مورد این من نمیخوام وارد بشم، ولی شاید هموطنان در این حال میدونن، دیدند اخبارشو، تصاویر اون کشتار وحشیانه که فروردین امسال شد و خیلی ها را به اصطلاح جریحه‌دار کرد احساساتشون ها و رسانه‌های ایرانی به خوبی منعکس کردن. شاید ندونن که این اشرف و ساکنین اشرف و اینا که میگن ما اشرفی هستیم چیان. من لازم میدونم اگر اجازه بدین 2-3 دقیقه فقط بفهمید. ببینید جناب آقای، من خودم زندانی سیاسی همین رژیم بودم سالها و تا حدودی شاید شما بدونین و هموطنان از طریق انتشار خاطرات هم میدونن. از این 3400 نفری که به عنوان اشرفیان، ساکنین اشرف در محل به نام همون قرارگاه یا شهر اشرف حضور داشتن و دارن، 1/3 زندانیان سیاسی همین رژیم خون و جنون بودن. زندانیان سیاسی از بندرسته، یعنی نزدیک 1100 تا 1200 نفر از این بچه‌ها از کسایی بودن که سالهای متمادی، گاهن تا 5 سال، 10 سال، 15 سال، 17 سال زندان بودن و به محض اینکه از زندان اومدن بیرون خودشون از کشور خارج کردن و رسوندن به اونجا برای ادامه با مبارزه با رژیم، حالا با هر برداشتی که ما داشته باشیم از سبک و منش و مشی مبارزاتی مجاهدین. ولی یعنی من میخوام اینجوری بگم که 1100 زندانی سیاسی فقط توی اشرف ساکنن، از زندانیان سیاسی همین رژیم، یعنی با یه حساب سرانگشتی، با یک جمع سرانگشتی چیزی معادل 6 تا 7000 سال در مجموع این بچه‌ها فقط در جمهوری اسلامی در زندان بودن، حبس کشیدن، در زندان شکنجه شدن. یعنی تاکید میکنم 6 تا 7000 سال
مجموع سال‌هایی است که افراد ساکن اشرف، همینه که ما میگیم اشرفیان و ساکنین اشرف، فقط تو نظام جمهوری اسلامی تحت زندان و شکنجه بودن. این چیزی معادل تمام تاریخ تمدن بشری. این 1/3 بچه‌هاست که من چون خودم زندانی بودم ترجیح میدم اینو مقدم مطرح میکردم. 1/3 دیگه از این بچه‌ها کسایی هستن که خانواده‌هاشون توسط این رژیم، پدرشون، مادرشون، برادرشون، خواهرشون، بستگانشون کشته شدن و نابود شدن. من کسایی می‌رسم تو این اشرف که بعضن تا 10-12 نفر از بستگانشون کشته شدن و اینا چه نسل قبلشون چه نسل جدیدشون خودشون رسوندن به اینجا برای اینکه تو این جمع حضور داشته باشن برای مبارزه با رژیم. من جا داره اینجا یاد کنم از یک دختر خانمی به نام صبا هفت برادران که این تو زندان به دنیا آمد و مادرش سال 61 تو زندان اینا به دنیا آورد و 2 سال هم تو زندان بود. 20 سال بعد این اومد رفت اشرف که به پدرش بپیونده و اونجا بود و تو فروردین امسال توسط اون پروژه سپاه قدس و حمله نیروهای عراقی با پوشش و همکاری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همین صبا توی اشرف با یه تیر که تو پاش خورد کشته شد، با یه تیر ساده، برای اینکه اینقدر نگه داشتن که خونریزیش باعث مرگش شد. و حتی در حالی که میدونید در نیم ساعتی اونجا، در نیم ساعتی اشرف آمریکای پایگاه داشت به نام پایگاه بلد که میتونستن یک روبه با هلیکوپتر ببرنش اونجا و نبردن. ما تصور کنید وقتی سعید حجاریان توی جنگ و دعوای داخلی رژیم، توی جنگ گورکا تیر خورد تو چونش سالها پیش، میدونین با هواپیمای مستقیم آوردنش توی که بهترین بیمارستان‌های امریکا، بیمارستان اعصاب، بعد از اینکه بردنش آلمان بردنش امریکا و اونجا معالجه کردن. من میخوام بگم ظلمی که به نیروهای اپوزیسیون ایران، به جوانای مبارز و آزادیخواه و آواره ایران شده واقعا دردناکه. حالا از این میگذاریم. 1/3 دیگه از این بچه‌ها تو اشرف دانشجوی خارج کشور هستن، کسایی که توی خارج کشور در مدارج مختلف، در مراحل مختلف تحصیلی، زندگی‌های خوب، مرفه، مشاغل و آینده‌های روشنی داشتن، ولی از همه اینا کندن، چشم پوشیدن و رفتن با یه هدف که برن اونجا باز با این تاکید برای کشورشون ایران تاکید میکنم، ایران و آزادی مردم ایران. اینا رو به این خاطر میگم مطلقا خدا میدونه قصد تبلیغ گروهی توی تلویزیون که فراگروهی و فرا حزبیه ندارم. فقط میخوام بگم این تصوری که بعضیا فکر میکنن اینایی که تو اشرفن یه مش آدمای مستثر، درمونده، آواره، بیکس و بیکار که از سر تقدیر یا از بد روزگار گذرشون به اونجا خورده، گیر کردن، آواره شدن، حالا راه خروج ندارن. اینجوری نیست. اینا یک نسلی از مبارزین هستن، یک نسلی از کسایی هستن که از همه زندگیشون آگاهانه گذشتن برای اینکه این رژیم لعنتی رو سرنگون کنن. حالا کارشون موفق بوده نبوده، آینده چی رقم خواهد زد بماند، ولی اینها رو باید به این شکل نگاه کرد. برای همین وای میسن، برای همین زرهی میره روشون، برای همین بولدوزر لهشون میکنن، ولی وای میسن. اینا فناتیک، اینا متعصب نیستن، اینا به آرمانشون، به آزادی ایران و مردمشون ایمان دارن، معتقدن. برای همین من ترجیح میدم اینجا تاکید کنم که شاید نقش اصلی را اونایی بازی کردن تو این پیروزی، تو این دستاورد مرحله‌ای که اونجا وایسادن، فداکاری کردن و کوتاه نرمدن و تسلیم نشدن و تا آخرشون به قول خودشون پاش وایسادن. من چون خیلی از اونها همبندای سابق خود من هستن و میشناسم، کسایی بودن که جلوی رژیم سرخم نکردن و برای همین رفتم اونجا. من خودم نرفتم ولی اونا رفتن. یعنی میخوام اینو بگم که ادای احترام میکنم به اونایی که به خاک افتادن تو این سالها، ادای احترام میکنم به همه آزادیخوان، به همه مردم شریف ایران که در تمام این سالها کمک کردن، حتی با یه آه، با یه دعای خیر از این بچه‌ها، از این گروه، از این آدمایی که گیر کرده بودن و اسیر شده بودن یا محاصره شده بودن همدردی کردن، اونایی که کمک‌های بیشتر کردن، اونایی که اومدن تو این تظاهرات، حمایت‌ها شرکت کردن. واقعا من اینجا از همه اونا صمیمانه به عنوان یک فعال سیاسی حامی مجاهدین صمیمانه تشکر میکنم، بهشون افتخار میکنم و از همه رسانه‌ها، به خصوص رسانه شما که این امکان ایجاد کردین و میکنین که این صدا خفه نشه و این صدا به گوش بقیه هموطنان برسه، با تواضع سپاسگزاری میکنم. سپاسگزارم. جناب حیدری، ببینید اولا این جای تشکر نداره. من همیشه گفتم تلویزیون کانال 1
جایگاه همه مردم ایران با هر نوع طرز تفکری، با هر نوع اعتقادی. اما فرمودید اول اکتبر رأی اعلام خواهد شد، درسته؟ در واقع یه پروسه حقوقی داره که به این شکله که چون این میدونید صحبت لیست تروریستیه، شما فکرشو بکنید بعد از 9/11 و اصلا اسم تروریست که میمد بعد یه گروه تروریستی خارجی واقعا هولناکه. ولی حالا به این نقطه که لیست خانم کلینتون که نهایتاً برداره، روز جمعه اینا رسما توی یک نامه رسمی به کنگره آمریکا احاله کردن، در واقع منتقل کردن، ارائه کردن. کنگره تصویب میکنه، یکی دو مرحله کوچیک دیگه هم داره، ولی نهایتا دیگه فاینالایز شده، قطعیه. چون که اتفاقا اکثریت کنگره آمریکا، باز هم تاکید میکنم، دو حزبی از همه گروه ها، از همه جناح‌های حزبی از خروج نام مجاهدین خلق از لیست سیاه امریکا حمایت کردن. قبلا خود ماها وقتی میرفتیم با نماینده‌های شهرامون، محلامون صحبت میکردیم، تو جریان هستیم همه که چقدر سخت بود اول که به اینا بگیم که داره چه اتفاقی بدی میفته و اینا چرا این کارو کردن، ولی وقتی که متوجه میشن که یه حقی داره ضایع میشه، صمیمانه میان به عنوانش نماینده منتخب مردم محلشون میان و هر کاری میکنن. این درس بزرگی برای هموطنامون که میشه این رژیم رو تو همین امریکا ایزولهش کرد و بر زیر سوال. به هر حال تو جواب سوال شما، بله، خانم کلینتون به کنگره نامشون ارائه دادن. توی چند روز آینده، تو همین هفته، رسما وزارت خارجه امریکا بعد از طی این مراحل قانونی اعلام میکنه خروج نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی امریکا را و اول اکتبر دیگه ددلاین و آخرین مهلتی بود که دادگاه تعیین کرده بود برای وزارت خارجه قبل از اون اعلام بشه. حالا جناب حیدری، آیا بعد از این اتفاق که به نظر من از دیدگاه یک مخالف جمهوری اسلامی یک اتفاق میمون و مبارکه، این که جمهوری اسلامی شکست بخوره، اما آیا ممکن است که بعد از این اتفاق سازمان مجاهدین یا شورای ملی مقاومت یک تجدید نظری در روند، ببینید ما دو نوع مخالف داریم با این سازمان. یه نوع مخالفینی هستن که زمینشون و پایگاهشون جمهوری اسلامی است، که در قالب حتی مخالف جمهوری اسلامی هم میان و سمپاشی میکنن. همین هفته پیش یک کارتونی علیه من درست شده بود و درست کردن برای من، ایمیل کردن، بعد امضا کردن سازمان مجاهدین خلق. دیگه شما نگاه بکنید چقدر بنده رو بیشعور فرض کردن که مثلا سازمان مجاهدین خلق علیه من یک کارتون درست کرده، بعد امضاش هم گذاشته زیرش. این خب داریم میبینیم. اما یه سری انتقادات، یک سری اعتراضاتی هست به سازمان مجاهدین که در طول این سالها هیچ وقت این سازمان در مقام پاسخگویی نبوده، یا در حقیقت در مقام پاسخگویی از طریق عموم، ممکنه در تلویزیون خودش تلویحاً پاسخ گفته. آیا فکر میکنید بعد از این اتفاق یه باب گفتگو با سایر نیروها، با سایر جریانها آغاز بشه و همونطور که شما الان یه نکته‌ای رو گفتید سازمان مجاهدین سالهاست فوکوسش روی جمهوری اسلامیه، اما در زمانی که همین سازمان در ایران بود خب اینطور نبود، فکر میکرد منابع اتکای مثلا رژیم شاه رو هم مورد هدف قرار بده. الان وقتی تغییر استراتژی داده، آیا بعد از این اتفاقی که میفته ممکن است که یک باب گفتگو، باب بحث ایجاد بشود بین همه جریانها و بشود این نقدها رو عمومیش کرد و شاید از حاصل این نقدها برای تصحیح خودمون استفاده کنیم؟ جناب همایون، ببینین این قل و زنجیری که به دست و پای این نیروی رزمنده اپوزیسیون بسته شده بود، طبعا خیلی انرژی ها رو هرز می‌برد، خیلی انرژی ها رو از فرسوده می‌کرد و خیلی از کارهایی که میشد کرد در جهت همگرایی بیشتر با مردم و هموطنان اون خارج کشور علیه این رژیم، طبعا اینها رو امکانش رو بسته بود یا محدود کرده بود. بسیار از هموطنان، حتی چون ما ارتباط نزدیک داریم با
دوستانمون هموطنمون پروا میکردن و حقم داشتن پرهیز میکنن از اینکه در علن و در ملأ باز مثلا نزدیکی داشته باشن به فرض کنین به افراد مجاهدین یا تو برنامه‌هاشون حضور علنی داشته باشن، برای اینکه میترسن یه وقت زندگیشون چون امکاناتشون به هر حال میدونن لیست تروریستی. حالا این گشایش برای مجاهدین فقط نیست، این گشایش درسته که دست و پای مجاهدین باز میکنه برای اینکه توی فضای اجتماعی خارج کشور بتونه بیشتر بره با روابط نیروهای بیرونیش و طیف‌های مختلف جامعه پیوند بیشتری بخوره و کار بیشتری داره و بیشتر هم خودش نشون بده ماهیتش و اهدافش و هم مردم پیرامونش رو بهتر بشناسه. ببینید همه اینا تأثیر متقابله و من صریح میگم هر نزدیکی توی عالم مبارزات اجتماعی و سیاسی هر اتفاقی تو زمین سفت واقعیت میفته، رو حرف و شعار و کاغذ و اینا که خب خیلی حرفا میشه زد. اگر قراره که نزدیکی بین جریانات سیاسی مختلف باشه که لزومیه و الزامیه و غیر از اون ما قبل از اون رژیم سقوط نخواهد کرد، این در یک پروسه کار مشترک پراتیک هماهنگ حداقل موازی با هم پیش میره. بنابراین مجاهدین حالا که دستشون بازتر شده به مراتب بهتر میتونن بیان تو پراتیک‌های اجتماعی توی حرکت‌های اعتراضی شرکت کنن، طبعا در کنار هموطنان دیگه‌شون و اونا هم راحت‌تر میتونن در کنار مجاهدین قرار بگیرن و توی بستری از این رزم یا مبارزه یا کار مشترک ضمن اینکه در قدم اول احترام میذارن و موافقن روی همه چیزایی که با هم اختلاف دارن، این بسیار نزدیک میکنه. هر نزدیکی تو حتی دو رابطه دوستی دو فرد معمولی توی بالا پایین زندگی ایجاد میشه، نه فقط توی مهمونی یا فقط توی شب نشینی. اینه که من معتقدم که حالا که مجاهدین یک گشایش در رابطه با مانور یا بازتاب عملکردهای بیرونیشون دارن و امکانات بیشتری براشون فراهم میشه، قطعا در ارتباط و تماس بیشتری با هموطنان خواهند بود، قطعا با جریانات سیاسی مختلف به طور اجتماع پذیری در تماس میشن و تماس خواهند داشت و این میتونه خیلی دلها رو به هم نزدیک کنه، خیلی دیدگاه ها رو تصحیح کنه یا اگر سوء تفاهمی از چشم‌ها رو بشوره و این نزدیکی به نظر من بسیار محتمله و من با این استنباط و با این قاطعیت میگم از اونجایی که مجاهدین هیچ دشمنی دیگه غیر از رژیم به رسمیت نمیشناسن و معتقدن که دشمن فقط اونه و هر اختلاف یا تضادی فرعیه و نباید واردش شد، اینا قطعا این شرایط من روشن و باز میبینم در آینده. بسیار سپاسگزارم آقای مهندس فرخ حیدری. به امید اون روزها منتظر میشیم که فرصتی ایجاد بشود و این نقد و نظرها بررسی بشه و دلها به قول شما به هم نزدیک بشه. من هم تشکر میکنم جناب همایون از شما. فقط شاید بد نباشه یک گریزی بزنم به جریان احمدی نژاد و نیویورک. من فقط از همینجا از فرصت استفاده میکنم چون میدونم شما با من هم نظر هستین و مشوق هستین تو این زمینه که جلوی سازمان ملل در نیویورک در واقع جای هر ایرانی اونجا هست. حضور احمدی نژاد یک توهین آشکار به هویت ملی ما، به شخصیت فردی ما و اساساً یک توهین آشکار به حتی حیثیت و شخصیت فردی خود ماست، علاوه بر اینکه یک توهین به کشورمون، به تاریخ و فرهنگ میهنمون. بنابراین حضور هر کدوم از ما اونجا میتونه یک اعاده حیثیت فردی محسوب بشه و تلقی بشه و در این حال میتونه این افتخار رو داشته باشه برای تک تک ما که صدای اون هزاران، ده ها هزار و صدها هزار هموطنی باشیم که در داخل ایران این امکان براشون نیست و آرزوشونه که یک کسی اونجا بیاد و فریاد بزنه که من ایرانیم، این رئیس جمهور تروریست نماینده من نیست، جاش توی سازمان ملل نیست و ما اومدیم اینجا بگیم که آینده ایران مال مردم ایران و مال اونهایی است که دنبال آزادی و به خاطر آزادی دارن این همه دربدری و غربت و زندان و شکنجه و فداکاری رو و گذشت رو تحمل میکنن و ایفا میکنن. ممنونم از شما. به امید دیدار در نیویورک. خیلی سپاسگزارم.